بریم سراغ مینی سریال. بچه حقیقتا من تو سریال معرفی کردن یه مقدار حرف بیشتر واسه گفتن دارم، کمتر فیلم ببینم و بیشتر سریال میبینم، همین. و میخوام این پلیلیست، در واقع این لیست، باکت لیست مینی سریالی که میتونید توی عید ببینید و با عزیز دلم، عشق دلم، جفری دامر شروع کنم. بچه‌ها یه در واقع سریالی هست به اسم مانسترز که هر فصلش اومده در مورد یکی از پرونده‌های جنایی رو کاور کرده و مستند نیست، در واقع سریالش رو ساخته و شبیه سازی کرده. فصل اول در مورد قاتل سریالی معروف جفری دامر هستش با بازی درخشان ایوا پیترز، ببخشید اشتباه گفتم اسمشو. من خیلی دوست داشتم. فصل دومش راجع به یه پرونده دیگه است، The Menendez Brothers، برادران منندز. اینا قاتل سریالی نیستن، دوتا آدم کاملا عادیان، ولی خب در واقع زندگی جوری چرخید که دستشون به خون آلوده شد. اگه دنبال یه مینی سریال جنایی هستین، من بهتون 100% این دوتا فصل از سریال مانستر رو بهتون معرفی میکنم. جفری دامر هم محصول سال 2022 بود، ولی منندز برادرز همین امسال اومد. Eric and I killed our parents together, so I'd say that makes us pretty close. They'd be proud of us. I thought they're getting rid of them. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه مینی سریال در واقع همون مدلی، اون وایب کلاسیک و قدیمی رو داره، یه مقدار فانتزی و عاشقانه است و خیلی دوست داشتنی. من دلم میخواد خودم یه بار دیگه این سریال رو ببینم، در واقع این مینی سریال رو. فکر میکنم 8 قسمت یا 9 قسمت باشه. My Lady Jane خیلی دوستش داشتم. نمره IMDb 6 هستش، محصول سال 2024. ببینیدش اگه دنبال یه فیلم عاشقانه، فانتزی، قدیمی و کلاسیک هستید. بچه‌ها یادم رفت، نمره IMDb جفری دامر 8. باید بیشترم می بود، از اونجایی که جفری دامر خیلی عزیز دل هستش. Lady Jane Grey. History remembers Jane as the ultimate damsel in distress, known for her death rather than her life. Jane thinks she can flee her destiny until she discovers lust at first sight. What is your desire? Independence. بچه‌ها مینی سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم و خودم عاشقشم، این مینی سریال منو یاد عید 2 سال پیش میندازه که من توی عید 2 سال پیش این مینی سریال رو شروع کردم به دیدن و تازه اومده بود. محصول سال 2023 Daisy Jones and the Six. بچه‌ها این داستان یک گروه راک توی دهه 70 میلادی آمریکا رو روایت میکنه. بسیار بسیار قشنگ، عاشقانه، چالش برانگیز و جذابه واقعا. موزیکای توش خدا، صحنه ها، میزانسن، لباس، مو، اکت، بازی، همه چی خداست. اگه دلتون میخواد یه مینی سریالی ببینید که حول محور موسیقی باشه، راک باشه، دهه 70 میلادی باشه، هیچ گزینه‌ای بهتر از دیزی جونز اند سیکس وجود نداره که شما ببینید. با بازی جذاب سم کلفلین عزیزم، خیلی دوستش دارم واقعا و تو این سریال هم خوش درخشیده. حقیقتا برید ببینیدش و دعام کنید. Take one. Can I ask you a question? What do you think the song's about? What do I think the song is about? What the Baby, 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 do you know who you are? Don't stop. Making an album, it's an intimate thing. It has to be. I've never seen him smile this much in his life. این سریال بعدی که به نظرم همتون دیدین، اکثرتون دیدین، ولی چون مینی سریال محسوب میشد و خودم هم دیده بودم، چون همین چیزایی که معرفی کردم و خودم هم دیدم، گفتم بهتون معرفی کنم. The Last of Us هستش. قطعا میدونین که یه فیلم فانتزی در واقع درام و ماجراجویانه هستش، محصول سال 2023 و از روی بازی در واقع ویدیو گیمی The Last of Us ساخته شده. آره بچه‌ها، مختص شماست اگه ساینس فیکشن طور دوست دارید، یه مینی سریال ساینس فیکشن دلتون میخواد. I think what really impressed him was the fact that I didn't turn into a monster.
If she so much as twitches, don't. Got any advice on the best way west? حالا بچه‌ها مینی سریال‌های بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم در واقع تک فصلی نیستن، ولی از اون سریالایی هستن که مثلا شاید 2 فصل باشه، 3 فصل باشه، ولی هر فصلش مثلا 10 تا قسمت باشه، قابل دیدنه. یعنی میدونین چی میگم؟ برای همین من گذاشتمش توی دسته فیلم‌های، توی دسته مینی سریالا. یه مینی سریال درام و جنایی دیگه میخوام بهتون معرفی کنم و البته عاشقانه. جو گلدبرگ عزیز شخصیت اصلی این سریال هستش، سریال یو با بازی درخشان پم بدجلی. بچه این سریال توی 4 فصل ساخته شده و هر فصل فکر میکنم 10 تا قسمت داره. برید ببینیدش اگه دنبال یه سریال معمایی و جنایی هستین و قابل پیش بینی نیست. اتفاقاتی که توی این سریال میفته به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیستش. We could get a drink sometime. Sure. بچه‌ها من فکر میکنم از روی چیزایی که معرفی کردم متوجه شده باشین که به این سبک سریال و فیلم‌های کلاسیک و اینایی که تو دوره قدیم اتفاق افتاده خیلی علاقه دارم. میخوام بهتون یه مینی سریال که نه، یه سریال معرفی کنم که توی 3 فصل ساخته شده و هر فصلش 10 قسمته. The Great. این هم در واقع یه فیلمی هستش با حال و هوای وینتج و کلاسیک ولی کمدی و همچنین یه جاهای عاشقانه. خیلی 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 قشنگه بچه‌ها. در واقع The Great در مورد پیتر کبیر و کاترین کبیر هستش که توی روسیه اتفاق افتاده و بر اساس واقعیت هستش. در سریال The Great داستان کاترین کبیر از جوانی تا ازدواج با امپراتور پیتر و ماجراهایی که در این دوران اتفاق افتاده به تصویر کشیده میشه. بچه خیلی قشنگه این سریال، یکی از مورد علاقه ترین هامه. Constant in caring all our lives. She gave me a twig. She's not another inbred, is she? Ever since I was a child, I felt like greatness was in store for me. It is. No, you don't talk, my love. Oh, of course. بذارین یه سریال وینتج دیگه بهتون معرفی کنم. The Bridgerton توی 3 فصل اومده، هر فصل هم فکر میکنم 10 قسمته. در مورد چی هست؟ این سریال ژانرش عاشقانه است. توی در واقع زمان قدیم انگلیس، دلم نمیخواد هی به گوشی نگاه کنم، توی زمان قدیم انگلیس اتفاق میفته داستان بریجیتون که یه خانواده خیلی شریف و ثروتمند و در واقع چی میگن خانواده با اصالتی هستن و اون موقع مثل اینکه انگار یه مراسم هایی بوده، یه فصل ازدواج داشتن، مراسم های رقصی داشتن که خانواده های مثلا اصیل و در واقع خیلی سطح یک جامعه که جوون دم بخت داشتن، حالا چه دختر چه پسر، می اومدن تو اون مراسم ها شرکت میکردن، مراسم های رقص و واسه هم دیگه مورد ازدواجی پیدا میکردن. میدونم تو این دهه، تو این در واقع تو این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم همچین چیزی خیلی مسخره است که توی مراسم‌های شرکت کنی که دنبال همسر بگردی، ولی قشنگ به تصویر کشیده. این داستان رو خیلی زیبا روایت کرده و واقعا دوست داشتنیه. شخصیت‌ها رو قشنگ شما میتونید باش ارتباط بگیرین، شخصیت‌ها رو میتونید باور کنید و برید ببینید بریجیتونو. Miss Daphne Bridgerton. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since. بچه یه مینی سریال دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم بیگ لیتل لایز هستش. عاشقانه، خانوادگی، یه جاهایی معمایی شاید و درام. توی 2 فصل اگه اشتباه نکنم ساخته شده که هر کدومش 10 قسمته، کوتاه، قابل دیدنه، یعنی مثلا میتونید توی یه عید تمومش بکنید. تمرکز داستان این سریال روی 3 تا زن هستش که در واقع 3 تا زن از 3 تا مادر هستش که فرزنداشون و بچه‌هاشون رو میبرن مهد کودک تا اینکه یک قتل عجیب اتفاق میفته و زندگی اونا رو دگرگون میکنه. بیگ لیتل لایز من دوست داشتم. اونجور نمره IMDb 8.5. اومدم بگم اونجوری واو هم نیست، دیدم نمره IMDbش بالاه. بهتره من حرفی نزنم. We see things as we are. We have this dirty secret. It's like I'm on the outside looking in.
و آخرین سریالی که میخوام بهتون معرفی بکنم، بچه‌ها حق ندارید منو قضاوت کنین سر اینکه با این سریال ابسست هستم و خیلی دوستش دارم، چون واقعا فانه. من هر موقع تو زندگیم دوچار خیلی فروپاشی روانی شدم و خیلی دلم میخواست یه چیزی ببینم که آرومم کنه، برام فان باشه، بامزه باشه و حالمو خوب کنه، نشستم این سریالو بارها و بارها و بارها و بارها ریواچش کردم. امیلی این پاریس. بچه امیلی این پاریس خیلی سریال فانیه. 4 فصل ساخته شده، هر فصلش 10 قسمته، قسمت 20 دقیقه، نیم ساعت. بامزه است واقعا بچه‌ها، خیلی کیوته قشنگ. بیشتر از این حالا میدونم داستانش یه مقدار عجیب غریب بود، شاید تینیجری به نظر بیاد، ولی مثلا خیلی صنعت مد و فشن رو خیلی قشنگ نشون داده. بخوام یه خلاصه‌ای هم بهتون بگم راجع به امیلی، یه دختر آمریکایی هستش که مهاجرت میکنه به فرانسه و توی یه شرکتی توی پاریس مشغول به کار میشه و در واقع چالش هایی که این بنده خدا بهش برمیخوره با این جماعت فرانسوی. خیلی بامزه است واقعا، خیلی برید ببینید امیلیو. خیلی نه این حرفا رو ولش کنید، خیلی قشنگه، کیوته، کوکولی. Bonjour. I'm Emily. Your new neighbor? Enchanté. We've come to teach the French some American tricks. Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama. بچه‌ها خلاصه این بود معرفی فیلم و مینی سریالایی که من می‌خواستم، خیلی وقت بود دلم می‌خواست واسهتون بذارم. خیلی چیزای دیگه هم بود که دلم بخواد بهتون معرفی بکنم. خیلی هاشو احتمال دادم که اکثرا دیده باشین یا شاید به سلیقتون نباشه. بیشتر سعی کردم چیزای فان و در واقع سرگرم کننده رو بهتون معرفی کنم، چون پیش خودم گفتم شاید کسی توی عید حال و حوصله اینو نداشته باشه که یه چیز عمیق و فلسفی و عمیق ببینه. و خیلی هم دوستان قبل اینکه یه ویدیو رو ضبط کنم خیلی زیاد پیشنهادات مختلفی گرفتم و ازشون خواستم که بهم در واقع فیلم معرفی کنن. ببخشید بچه‌ها اگه دارید این ویدیو رو میبینید و فیلمایی که پیشنهاد دادید رو نذاشتم، عذرخواهی میکنم. میتونید همینجا کامنت کنید. امیدوارم بچه‌ها از دیدن این ویدیو لذت برده باشید، به کارتون بیاد و همین دیگه. بوس بهتون. قطعا میدونید که چقدر گفتن این جمله برام سخته، خودم هم نمیدونم چرا، ولی ازتون خواهش میکنم که اگه تا الان سابسکرایب نکردین کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین، ویو بزنید، همه کار کنید من برم بالا و بالا و بالا و بالاتر. آره دیگه، خلاصه همین دیگه.